دیشب خونه یکی از دوستام به صرف شام دعوت بودم. اونجا قبل از شام بساط دیدن یه سریال رو راه انداختن و منم مثل همیشه به جای تماشای فیلم رفتم تو دنیای گوشی. ولی مثل اینکه کنجکاویت بدجوری تحریک شده. فقط صدای فیلمو توی ذهنم دنبال می‌کردم و صدای تخمه هایی که با حرارت شکسته می‌شدن استرس جمع و زیاد می‌کرد، تا اینکه ناگهان صدای تخمه ها قطع شد و سکوتی که از یه سکانس حساس پرده برمی داشت منو با خودش به عمق داستان برد. داستان دو نفری که بعد از 1000 ماجرا به هم رسیدن و داشتن توی یه فضای آروم در مورد مشکلاتشون حرف می زدن. سر صحبت باهاش شد، گفت میخوایم با ماشین من تا دم خونه تمرین کنیم. منم از خدا خواسته. این مربی منقدر که داشت ترمز میگیره اصلا نمیفهمم چیزی یاد گرفتم یا نه. دارم خیلی با دخترش عیاق شده. این میره اونجا، اون میاد پیش ما. من بهشون نقاشی یاد میدم. قشنگ شدن این خواهر برادر. و این بود کل ماجرا. سوال بعدی؟ مگه پول داری ماشین بخری که داری میری کلاس رانندگی؟ سوال انحرافی نکن، جور میشه. آخه میگفتی که من بمیرم رانندگی نمی کنم و اعصابم میرزه به هم. اما خیلی عجیب بود. با این که تلاش میکردن حرفشونو به هم بفهمونن، ولی هرچی بیشتر حرف میزدن کمتر منظور همو میفهمیدم. چرا انقدر لذت میبری خودتو تحقیر کنی؟ من خودمو تحقیر نمی کنم. من شهامت دارم که راستشو بگم. این راسته؟ این عین دروغه. عین حقیقته، خودت هم میدونی. تا این سال اول انقدر از دارو بدت میاد که تا حاضر نبودی بغلش کنی. بدم میومد. آقا تو اصلا مگه میذاشتی من بغلش کنم؟ فریک زده بودی که تو بلد نیستی این بچه رفلاکس معده داره، نمیتونی آروغشو بگیری، شیر میپره تو گلوش میمیره. تو خودت اونجا اون دختر دیمونه عاشق 10-12 سال پیش بودی؟ نبودی؟ آره، چون از تو محبت نمیدیدم. تو مگه میذاشتی آدم بهت محبت کنه؟ الغرض سریال همینجا تموم شد، اما من تازه شروع شده بودم و مدام از خودم میپرسیدم چرا این گفتگو به نتیجه نرسید. شاید اون گفتگو به خاطر 2 چیز از دست رفت. 2 چیزی که کم و بیش همه ما برای یه بارم که شده طعم تلخ زهرش رو چشیدیم. اولین اشتباه قضاوت قبل از شنیدن بود. حرفاشون دنباله حرف همدیگه نبود. قشنگ معلوم بود که وقتی اون یکی حرف میزد این یکی داشت جواب بعدی رو آماده میکرد. برای همین وقتی ساکت شد اون یکی شروع کرد، اما نه از جایی که طرف مقابلش ایستاده بود، از جایی شروع کرد که خودش ایستاده بود، از همون جایی که براش جواب آماده کرده بود. و این همون سناریوی همیشگی بود که باز تهش به این جمله ختم می شد: این که تو حرف منو نمیفهمی. و این جمله یعنی پایان گفتگویی که میتونست قفل زندگی رو باز کنه، حالا خودش شده یه قفل دیگه رو درای بسته زندگی. اشتباه دومم افتادن تو گرداب خاطره است.
جایی که طرف مقابل روبرود ایستاده اما تو داری با نسخه دیروزش حرف میزنی، با آدمی حرف میزنی که هنوز تو گذشته اون آدم گیر کردی، با آدمی که داره التماس میکنه بگه من اون آدم گذشته نیستم، ولی ما یه کاری باهاش میکنیم که بره تو نقش گذشته و اونجا از خودش دفاع کنه و تو همون گذشته بمونه تا بپوسه. حقیقت اینه که خیلی از فاصله ها از همین جا شکل میگیرن، نه از این که حرف نمیزنیم، از این که حرف میزنیم ولی حرف همو نمیفهمیم، نه از این که جواب نمیدیم، جواب میدیم ولی در حقیقت داریم تسویه حساب گذشته رو میکنیم، از این که یادمون میره شنیدن فقط برای رسیدن نوبت ما نیست، فرصتیه برای فهمیدن کسی که داره تلاش میکنه بگه من اون آدمی که فکر میکنی نیستم. اینجا پادکست نیم فاصله است، جایی که واژه ها نه اونقدر از هم دورن که با هم غریبه باشن و نه اونقدر نزدیک که خودشونو توی هم گم کنن، فقط همونقدر به هم نزدیک میشن که به هم دیگه معنا بدن. فقط یه چیز، منظور من از واژه ها کلمات نیستن.